از بیرون خانه باقیوفا از هزاران منزل مردم شهر بیشکک هیچ فرق ندارد، البته اگر به داخل آن وارد نشوید. منزلی که زمان با حشمت بود تقریبا ولنگار شده است و خانه ببام را باران و باد تدریجاً ویرانتر می کند. ماه اپریل سال 2010 بعد از انقلاب برای اولین بار مردم عادی خانه پسر دوست داشته پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان قرمانبک باقیوف را دیدند. حالا با گذشت 7 سال از آن حادثه در منزل باقیوف ها گروه از افراد معلول زندگی دارند. یکی از اولین هایی که دفعتاً بعد از انقلاب به اینجا آمد رستم ایمانعلیف بود. وقتی ما به اینجا آمدیم همه جا پر از آب بود و بوی سوخته میکرد. چیزو چاره نداشت. مردم همه را یا آتش زدند یا تا آمدن ما بردند. از آرایش با حشمت داخل خانه و جهاز گرانبها چیزی باقی نماند. تنها حمام چندان آسیب ندیده است. در اتاقها همه اشیا را شکستند و حتی فرشها را دزدیده بردند. مردم میگویند اول شده تاکسیست ها آمدند. آنها 700,000 دلار را بردند. همین گونه آوازه ها موجودند. وقتی ما نو آمدیم اینجا آدمان بودند. آنها گفتند که در نزدیکی ها زندگی میکنند. چیزی را بار کرده میبردند. حتی درخت ارچه ها را از زمین میکندند. وقت زندگی در این خانه ولنگار ناممکن شد، رستم به گراژ مکسیم باقیوف پسر قرمانبک باقیوف کوچید. از اینجا زمان پسر پرزیدنت فراری با ماشین‌های گرانبها بیرون میشد و شاید تصور نمیکرد که خانه او را تاراج کرده و گراژش را به منزل زیست تبدیل می‌دهند. تا کنون به اینجا حساب‌ها به نام مکسیم باقیوف می‌آیند. مردم میگفتند که اگر ما بروقتر می اومدیم و میگفتیم که معلولان میخواهند این منزل را بگیرند، چیز و چاره را میتوانستند حفظ کنند. در رو بروی رستم همسایه او بختیگل ابراهیم او زندگی میکند. پای راست بختیگل سونی است. شوهرش نیز معلول بوده با اعصاب بغل راه میرود. آنها دختری 4 سالشان را به وای میرسانند. این عائله در گراژ پسر بزرگ پرزیدنت سابق قرمانبک باقیوف به سر میبرند. طول 6 سال است که آنها تلاش دارند این خانه را به نام خود ثبت کنند. ما به همه مراجعت کردیم. خواهش نمودیم که قطعه را برای معلولان جدا کنند تا اینکه ما توانیم در اینجا زندگی کنیم و کار خود را پیش بریم. شما دیدید که در اینجا معلولانی هستند که از جا خستند و کار کردن نمیتوانند. فعلا برای رستم و دیگران اجازت نمیدهند که این منزل ها را تعمیر نمایند، چون که در هر لحظه مقامات میتوانند همه عائله ها را بیرون کنند. از دادستانی آمدند و گفتند که ما هیچ چیز را نرسیم. ما هم نرسیدیم. اگر ما تعمیر کنیم و ما را بیرونند، سال گذشته از ساختارهای حکومتی نمایندگان آمده بودند. منطقه را حساب کردند. گفتند که سندها را ترتیب داده خانه را در مزایده میگذارند. رستم و همسایه‌هایش به هر پیشنهاد راضی هستند. اگر حداقل قسمتی از این قطعه را به جمعیت معلولان بدهند، شاید یگان شرکت ساختمانی راضی میشد که بنای بلند آشیانه بنیاد کند و تعداد خانه‌های آن به ساکنان منزل باقیوف‌ها نصیب می‌گردد.